سلام، من ونشم. از این به بعد این اپیزودا کانتنتشون اینجوریه که یه سایتی هست به نام سیمپل انگلیش ویکیپدیا. خب کانتنت ها رو اینجا در میان، راجع به موضوعات خیلی ساده است و خب به درد سطح ما میخوره. و اینکه میاد مثلا یه موضوعی مثل موزیک و فیلم و تئاتر و سیاست و هرچی رو میاد اینجا به صورت تعریف ساده شو میگه. الان من این بحث این ویدیو راجع به موزیکه، یه تعریف خیلی خلاصه‌ای از موزیک و تاریخش و همچین چیزایی اینجا داریم. حالا بریم شروع کنیم. From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia. Music is a form of art that uses sound organized in time. Music is also a form of entertainment that puts sounds together in a way that people like, find interesting or dance to. Most music includes people singing with their voices or playing musical instruments, such as the piano, guitar, drums, or bass. The word music comes from the Greek word, mousike, which means art of the muses. In ancient Greece, the muses included the goddesses of music, poetry, art, and dance. Someone who makes music is known as a musician. میگه که from Simple English Wikipedia, the free encyclopedia. میگه که از سایت Simple English Wikipedia the free encyclopedia یعنی دایر لغات. the free encyclopedia میشه دایر لغات آزاد دیگه به طب. میگه که music is a form of art that uses sound organized in time. میگه که موزیک یه شکلی از هنره که استفاده میشه با صدای سازماندهی شده توی یه زمان، یعنی همزمان، به صورت همزمان. Music is also a form of entertainment that puts sounds together in a way that people like, find interesting or dance to. میگه که موزیک همچنین یه شکلی از سرگرمیه که استفاده میکنه صدا رو تو راهی که مردم دوست دارن یا براشون جالبه یا اینکه مثلا بتونن باش برقصن. میگه most music includes people singing with their voices or playing musical instruments such as piano, guitar, drums or bass. میگه که بیشتر موزیکا شامل آدمایی هستن که میخونن با صداشون یا ساز موسیقی میزنن مثل پیانو، گیتار، درام، بیس، همچین چیزه. میگه که the word music comes from Greek word. یه کلمه رو داخل پرانتز نوشته، حالا ما میخونیمش میوزیک ولی MOUSIKE. میگه که از دنیای یونان میاد، موزیک از دنیای یونان میاد، موزیک از کلمه موزیک از یونان اومده و اینکه کلمه موسایک یا همون میوزیک داخل پرانتز معنیش الهه دانش و هنره. حالا این الهه دانش و هنر چیه؟ این میوزسه. میگه که which means art of the muses. میوزس الهه دانش و هنر بوده دیگه تو یونان.
In ancient Greece, the muses included the goddesses of music, poetry, art and dance. میگه که در یونان باستان الهه دانش و هنر شامل الهه دیگری هم بود، یعنی شامل الهه موسیقی، شاعری، هنر و رقص هم هست. و اینکه میگه که someone who makes music is known as a musician. میگه که کسی که موزیک میسازه شناخته میشه به عنوان موزیسین. توی ویدیو بعد ادامه همین بحث موزیک پیش بریم با هم دیگه ببینیم که چجوری پیش میره. لغات مهم این متنی که با هم دیگه خوندیم منظورم ساوند ارگانایزده که مثلا میشه ترجمه کرد که صدای سازماندهی شده، و اینکه انترتینمنت که سرگرمی، و گریک هم که یونان، ancient Greece در واقع یونان باستانه، میوزز هم که گفتیم چیه، goddesses میشه الهه های یونان باستان بودن اون الهه ها. poetry میشه شاعری، شعر، آرت که هنره، میوزیشن هم که موزیسینه دیگه. مرسی که این ویدیو رو دیدین. تا اپیزود بعد، فعلا.